بز، گوسفند و گربه در یک زمان، در یک مکان، بز با گوسفند زندگی می کرد. در اینجا یک دزد زور هم بود. این دزد گذرا گربه بود. روزی بز و گوسفند با هم نشسته آسوده و آرام صحبت داشتند. از کجای گربه بلای پیشانی قشقا پیدا شد. قدم میزد و گریه میکرد. قدم میزد و اشک میریخت. بز و گوسفند از او پرسیدند: گربچه، ها گربچه، پیشانیت قشقچه، چرا تو گریه داری میروی به این خاری؟ چی خیلی من گریه نکنم، خوجاین مرا زد، گوشهایم را تاب داد، باز گفت که اگر به دستش رفتم بوغی کرده میکشد. گفت گربه: آها، البته یگان گناه کردگیستی. اینه هم تو قیماق را خوردم. صاحبم گفت که بگاه دامادش با مهمون ها می آیند. اکنون از کجا قیماق می یابم؟ مجبورم گفت که بز و گوسفند را کشته ضیافت دهم. بز و گوسفند خشمناک شدند. ای تو گربه دزد، ما را هم در بلا مانندیه. من گنهکار، ببخشید مرا. گفت گربه: یگان علاج میکنیم. بز و گوسفند و گربه سه کسه به فکر فرو رفتند. چی باید کرد؟ گریختن لازم. می گریزیم و به سیر جهان می رویم. لیکن چطور گریزیم؟ دروازه محکم کو. خوش، کنی گوسفند جوره، نشان ده که آیا شاخهای تو با قوتند. کنی دریچه را با شاخهایت زن. گفت گربه. گوسفند چارخیز گرفت و دروازه را با تمام قوه شاخ زد. دروازه کمی کج شد اما گشاده نشد. بز، خودت کنی قوه شاخهایت را سنج. بز از دوری دویده آمد و با تمام قوه دروازه را زد. دروازه گشاده شد. های چنگ و خاک به آسمان خیست. های هنگامه شد. پیش پیش بز، از پس او گوسفند و از پس هر دوی آنها گربه چرخ زنان می گریختند. در نیمه راه گربه مانده شد. بز او را به تخت پشتش سوار کرد و دویدن را ادامه دادند. خیلی راه را طی کردند. مانده شدند. شب را روز کردن لازم. شب تیر ماه خیلی خنک. آتش پیدا کردن لازم. گفت بز. بز و گوسفند در این فکر بودند که آتش را از کجا پیدا کنند. گربه خس و خاشاک زیادی را جمع کرد و گفت: کنی برادرها یک شاخ جمع کنید. بز و گوسفند چنان کله به کله زدند که از شاخ و چشمانشان شراره پاشید و خس و خاشاک آتش گرفت. گلخانه فروختند و نشسته گرم شدند. ناگاه از کجای خرسی کچپا پیدا شد. مانت گرم شوم جوره ها، از خنکی به حال شدم. برای شب گذرانی جای تقسیم کردند. گربه
در بالای خرمن، خرس در پایان خرمن. بز و گوسفند باشند در نزد گلخن. ناگاه از کجای 8 گرگ پیدا شد. 7 گرگ خاکستری و 1 گرگ سفید. آنچنان بدهیبت که بز و گوسفند از ترس در جایشان شخ شده ماندند. همین وقت از بالای خرمن آواز گربه بلند شد. ای گرگ سفید، شاهی گرگان، تو برادری بزرگی ما را خشمگین نکن. اگر قهرش برآید تمام همه را زیر و زبر می کند. ریش سحرناکش را دیدی؟ قوه او در همین ریشش. اگر عادلانه قوت آن را سنجیدنی باشید، انا با برادر خردیمان قوه آزمایید. وی در پهلوی خرمن به طرف خرس اشاره کرد. گربه. گرگ ها یک بریش دراز بز نگریستند و خرس را احاطه کردند و به او در افتادند. خرس خوابالود خیلی خشمگین شد و از گرگ ها را به کوفتن درآمد. از فرصت استفاده برده بز و گوسفند گربه را گرفته گریخته به جنگل رفتند. کم رفتند یا زیاد، ناگاه از پیششان باز همان گرگ ها برآمدند. گربه با یک چالاکی خیز زده به شاخی از همه بلندترین درخت برآمد. بز و گوسفند هم به قدر امکان در شاخهای پایانی آویزان شدند. گرگ ها از پایان خشمگینانه می خوریدند. گربه از بالای درخت به سر گرگ ها جلغوزه ها را می خوراند و حساب می کرد. 1 گرگ، 2 گرگ، 3 گرگ. ای برادرها، به همه امان 3 گرگی می رسد. لیکن من سیر دیروز 2 گرگ را خورده بودم. حاضر شکمم سیر. حصه من را تو بخور برادری کلانی. همین وقت شاخه‌ای که در آن بز می نشست شکست و بز بیچاره از بالا به شست راست به بالای سر گرگ ها افتید. دار راه بیزن آنها را، نماند که گریزند. داد میزد گربه. بیزن بیزن. گرگ ها از این حمله ناگهانی ترسیدند و رو به گریز نهادند. گرگ، گوسفند و گربه راهشان را ادامه داد.